میخوای یه حلیم بادمجون خوشمزه یاد بگیری؟ پس با من همراه باشید. بادمجون، کشک، سیر خام، سیر سرخ شده، گردو، نعنا، پیاز سرخ شده، گوشت ریش شده، برنج پخته آبکش. من پیازامو خلالی کردم، بعد توی روغن به این صورت سرخش کردم، بعد توی صافی ریختم، به صورت حالت خلالی چیپسی شد. بادمجونا رو به همین صورت پوست میگیریم، از وسط 2 نصف میکنیم، بعد 4 قسم میکنیم، داخل آب میریزیم 10 دقیقه، بیشتر نشه. نمکم به اندازه میریزیم که مزه شوری داشته باشه. بعد از 10 دقیقه زمان بیشتر نذارید، 10 دقیقه تو آبکش بذارید کاملا آبش بره، یا با دستتون با کلنکسی آبشو بگیرید، به این صورت روی پارچه پهن بکنید تا بادمجونای ما خشک بشه. به هیچ وجه آب نکشید، بادمجونا از آب نمک در میارید. من بادمجونا رو روغن بادمجون رو سعی کنید بیشتر بریزید. اصلا توی کم روغن ریختن بادمجون درست نیست سرخ بشه. وقتی که روغن رو به اندازه ریختید، بادمجونامون هم که خشک شده کاملا، من رو دستمال گذاشتم، شروع میکنیم به سرخ کردنش، ولی باید داغ باشه روغنش. این هنوز داغ نشده بالا من. باید کاملا داغ بشه روغن. من میندازم بادمجونا رو داخلش یکی یکی. اینجوری بادمجون خیلی کم روغن میبره. بعدا من درشم که میارم توی یه صافی میذارم که کاملا روغنش گرفته بشه. بادمجونای ما همه سرخ شد. من یه دونه صافی هم اینجا گذاشتم، همه رو داخل این ریختم. اصلا ببینید تمام روغن من همون مرحله اول ریختم، همون ببینید تمام روغن خارج شده. ببینید اصلا روغنی مصرف یعنی نشده. خب من بادمجونا رو داخل تابلو دوباره میریزم، مقداری از آب گوشت رو میریزم داخلش که با آب گوشت بادمجونای من پخته بشه کاملا. خب یکم من سیر داغم رو میریزم داخلش، بعد 1-2 قاشق پیاز داغم هم داخلش میریزم، بعد کمی زعفران و کمی دارچینم میریزم. همیشه بادمجون که درست میکنید دارچین خیلی خوشمزش میکنه. کمی دارچینم میریزم، میذارم که اینا با هم دیگه پخته بشه. بعد بقیه موادو میریزم. گوشتمو به صورت تیکه از هر قسمت گوشت گردن، گوشت سردست، رون، مغز رون میتونید استفاده کنید. با 2 تا پیاز و نگینی خورد کردم، کمی فلفل و نمک و با گوشت رو تفت دادم، حدود 1 رو آب جوشیده داغ ریختم روش. با وقتی که جوش اومد گذاشتم، تقریبا 1 ساعت با حرارت کم پخته شد. اگه هم آب لازم داشتید آب جوشیده بریزید. توی حلیم بادمجون معمولا یا از عدس استفاده میکنن یا لوبیا سفید یا برنج. من از برنج دارم اینجا استفاده میکنم. شما میتونید برنج و لوبیا سفید هم با هم استفاده کنید، هر کدوم رو دوست دارید. من برنج رو گذاشتم با آب و جوش آوردم گذاشتم، کاملا پخته شد، بعد آب کش کردم برنج رو برای حلیم بادمجون. الان اینجا من برنجم دیگه، بادمجونم کم کم داره پخته میشه. توی این مرحله برنجم من میریزم. همین برنج مقدارش زیاده و میذارم دوباره با حرارت کمی پخته بشه و کمی گردو هم که داشتم اینجا توی این مرحله میریزم و 1 کوچولو هم نعنا و همه رو میذارم با هم دیگه کمی پخته بشه. دوباره مرحله بعد رو نشون میدم. درشو میذارم. خب من بادمجون و برنج رو حرارت کم گذاشتم، با هم دیگه پخته شده. تقریبا بادمجون من ببینید لهه. ما توی این قسمت میتونیم از میکسر استفاده کنیم، از هر وسیله‌ای که دارید، گوشتکوب، هر وسیله‌ای دارید. من میذارم این کم که خنک شد داخل این کاسه میریزم. گوشتم اضافه کمی میکوبم، بعدم گوشتم اضافه میکنم. من با گوشتکوب خوشمزه تر میشه حلیم بادمجون، حالت کشش بیشتره.
خواهی شما با گوشتکوب برقی و میکسر و هر وسیله دیگه دارید میتونید. خب حالا ما گوشتمون رو داخلش میریزیم. دوباره شروع میکنیم کمی به له کردن. پیاز داغ و یه مقدار دیگه میریزیم. من در ضمن یکم زرجوبم داشتم، برنج ریختم، یکم زرجوبم اضافه کردم. این پیازم برای تزیین نگه میداریم. 2 قاشق من کشک میریزم داخلش. زیاد کشک داخلش احتیاج نیستش، تقریبا 2 قاشق. زعفرانم کمی میریزم. تا سیرم رنده میکنیم خام داخلش میریزیم توی این مرحله که عطر بوی خیلی خوبی به کشک حلیم بادمجونمون میده. مرحله‌ام دوباره من با گوشتکوب شروع میکنم. یه حالت کشدار بشه گوشتکوبمون رو هی به این سمت به حالت به این صورت میچرخونیم که گوشت و بادمجون قشنگ با هم له بشه. خب من حلیم بادمجونم خالی میکنم توی ظرف. حلیم بادمجون خوشمزه ما آماده شد. بفرمایید نوشید جونتون. ممنون از اینکه همراه من بودید. حلیم بادمجون خوشمزه ما ببینید چقدر کشدار داره، گوشتم هستش، بسیار خوشمزه است. نگاه کنید.